سلام به شما دوستان و همراهان خوب کتابخوانی. امیدوارم هر کجا که از این کره خاکی هستید دلتون شاد، تنتون سالم، پر از امید به زندگی باشید. امروز میخوام کتابی رو با شما عزیزان به اشتراک بذارم که موضوع این کتاب اینه که آیا اطرافیان ما، آدم‌های اطراف ما نقشی یا تأثیری در زندگی ما دارن یا نه. این کتابی هست به اسم 5 نفری که در بهشت ملاقات میکنی. نویسنده این کتاب میچ آلبوم هستش. خب بریم سراغ خلاصه این کتاب. داستان درباره ادی، مرد 83 ساله‌ای است که تمام عمرش را به عنوان تعمیرکار وسایل بازی در یک شهر بازی ساحلی گذرانده. او زندگی ساده‌ای دارد. همسرش مارگارت را سالها پیش از دست داده و از کارش هم چندان راضی نیست. همیشه فکر می‌کند زندگیش بیهوده گذشته و هیچ اثری بر دنیا نگذاشته است. در روز تولد 83 سالگیش وقتی می‌بیند وسیله‌ای در شهر بازی در حال سقوط است و جان یک دختر بچه در خطر است، برای نجاتش می‌دود. در همان لحظه خودش کشته می‌شود. اما پایان زندگی و شروع سفر او به بهشت آغاز می شود. 5 نفر در بهشت. در بهشت هر کس با 5 نفر ملاقات می کند که سرنوشتش با آنها گره خورده. این 5 نفر به ادی کمک می کنند معنای زندگیش را بفهمد. 1. مرد آبی. ادی او را در کودکی دیده بود. این مرد بی آنکه ادی بداند به خاطر یک تصادف غیر مستقیم ناشی از بازیگوشی او جانش را از دست داده بود. او به ادی می آموزد که زندگی همه انسانها به هم متصل است، حتی غریبه ها. هیچ عملی بی تأثیر و بی اثر نیست. شخص دوم، فرماندهش در جنگ. ادی دوران جوانیش را در جنگ جهانی دوم گذرانده بود. فرماندهش کسی بود که یک بار خودش را فدا کرد تا دیگران زنده بمانند. او به ادی یاد می دهد که فداکاری همیشه بی‌معنا به نظر می رسد، مگر اینکه از زاویه‌ای درست به آن نگاه کنیم. شخص سوم، روبی. او زنی است که شهر بازی روی زمین‌های خانواده‌اش ساخته شده بود. روبی به ادی نشان می‌دهد که بخشش تنها راه رهایی است. ادی تمام عمر از پدرش دلخور بود، چون پدری خشن و بی‌محبت داشت. روبی به او کمک می‌کند تا پدرش را ببخشد و آرامش پیدا کند. شخص چهارم، مارگارت، همسرش. مارگارت عشق بزرگ زندگی ادی بود. او در جوانی از دنیا رفته بود و ادی بعد از مرگش هیچ وقت شادی واقعی را تجربه نکرده بود. در بهشت دوباره با هم دیدار می کنند. مارگارت به او می فهماند که عشق هرگز نمی میرد، حتی وقتی جسم از بین می رود. و چقدر زیبا هستن این عشقهای واقعی که هیچ وقت از بین نمیره. شخص پنجم، دختر بچه فیلیپینی، تالا. آخرین کسی که ادی ملاقات می کند دختر کوچکی است که سالها پیش در جنگ ناآگاهانه کشته شده بود و ادی نقشی در مرگش داشته. این حقیقت ادی را به شدت می شکند،
اما تالا به اون نشان می‌دهد که کار سالهای آخر عمرش یعنی تعمیر وسایل شهربازی باعث نجات جان هزاران کودک شده است. اون می‌فهمد که زندگیش معنا داشته، حتی اگر خودش باور نداشت. کتاب 5 نفری که در بهشت ملاقات می‌کنی پر از مفاهیم عمیق و انسانی هستش. مهمترین مفاهیم این کتاب ارتباط انسان‌ها با یکدیگر، یعنی هیچ کاری در دنیا بی تأثیر نیست. زندگی همه ما به شکل نامرئی به هم وصل شده. میش در جایی از کتابش در مورد فداکاری و ایثار میگوید گاهی لازم میشود چیزی را از دست بدهیم تا دیگران زنده بمانند یا خوشحال باشند. در مورد بخشش میگه تا وقتی کینه داریم در زنجیر رنج گرفتاریم. تنها بخشیدن ما را آزاد میکند. و اما در مورد عشق جاودانه میگوید عشق حتی بعد از مرگ از بین نمی رود، باقی می ماند و به زندگی معنا می دهد. در مورد معنای پنهان زندگی میگه که حتی ساده ترین کارها مثل کارهای روزمره میتونه ارزشی بزرگ داشته باشه و زندگی بسیاری از آدمها رو نجات بده. میش در کتابش خیلی تاکید داره بر این موضوع که هیچ زندگی بیهوده نیست. همه ما در سرنوشت همدیگر نقش داریم. فداکاری از دست دادن نیست و میگوید راهی برای نجات دیگرانه. تأکید دوباره اون در مورد بخشش اینه که بخشش یعنی رهایی از زنجیرهایی که خودمون به دور دست و پاهامون بسته ایم. اون میگه ارزش زندگی در کارهای کوچک و ساده است که فکر نمی کنیم مهم و با ارزش باشند. این کتاب واقعا کتابی بسیار احساسی و امیدبخش هستش و در نهایت هم ادی در پایان در میابد که هیچ زندگی بی اهمیت نیست. هر انسانی با دیگران در پیوند است. فداکاری، بخشش و عشق ارزش‌های ماندگاری هستند. معنا همیشه در کارهای به ظاهر کوچک و روزمره پنهان است. واقعا جمله زیباییه. به نظرم این کتاب میخواد به ما بگه که گاهی آدم‌ها وارد زندگیمون میشن تا درسی بدن، زخمی رو شفا بدن یا یادمون بیارن که هنوز امید هست. در 5 نفری که در بهشت ملاقات میکنی میفهمیم که در دیدار حتی کوتاه‌ترینش میتونه مسیر و سرنوشت ما رو تغییر بده. نویسنده این کتاب میخواد به ما یادآوری کنه که در طول زندگی 4 نوع آدم رو میبینیم. کسانی که دری رو به روی ما باز میکنن، کسانی که توانمندی هامون رو روشن و مشخص میکنن، کسانی که ضعفامون رو مثل آینه نشون میدن و کسانی که کلیدهایی هستند که مشکلات رو به فرصت تبدیل میکنند. شاید بعضی‌ها فقط فصلی از داستانمون باشن، اما ردشون تا آخر با ما میمونه. اینو هیچ وقت فراموش نکنیم و بیاین سعی کنیم که همیشه انسان‌های با تفکری باشیم و همیشه بتونیم رد پاهای خوبی از همدیگه تو زندگی‌های همدیگه، تو یاد همدیگه، تو قلب همدیگه به جا بذاریم. شما با خوندن این کتاب میتونید بفهمید که الان کدوم دسته بیشتر توی کدوم دسته از آدم‌ها بیشتر توی زندگیتون حضور دارن و امیدوارم که کلیدهای زندگیتون سمت امید باشه. یعنی
همه انسان‌هایی که وارد زندگیتون میشن یه جور معنای خاصی به زندگیتون بدن و غوغا کنن. خب دوستان و همراهان خوب کتابخوانی، ممنون که امروز هم با من بودید. امیدوارم که از خلاصه این کتاب هم خوشتون اومده باشه و دوست داشته باشید و مثل همیشه اینو میگم که اگر مایل بودید کامل اون رو تهیه کنید و بخونید. مطمئنم که خیلی خوشتون میاد، چون کتابی هستش که درس‌های بسیاری ازش میتونید بگیرید و اینکه میتونید یاد بگیرید انسان‌هایی که دور و اطرافتون هستن از کدام دستند. آیا به زندگیتون میتونن معنا بدن یا نه؟ و اینکه یاد میگیریم از این کتاب که تمام انسان‌ها، همه آدم‌هایی که وارد زندگی ما میشن یه جوری به هم پیوند خوردن و به هم متصلن و نقش مهمی در زندگی همدیگه دارن. پیشنهاد میکنم حتما این کتاب رو تهیه کنید و بخونید. ممنون که باز هم با من همراه بودید.